هلو گایز، خوش اومدیم به این ویدیو. اومدیم با چالش تریناتو لفت با مجازات. امیدوارم از این ویدیو خوشتون بیاد. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. لیتس گو. سلام دوستان، من ادیتور هستم. متاسفانه ما با مجبور شدیم با 3 تا دوربین فیلم برداری کنیم. دوربین اول که انگار من توش یکی دو بار خندیدم، فیلماش ذخیره نشده و فیلم‌ها از اون به بعده. واقعا ببخشید. آماده ای مرد؟ تا الان یه دونه خندیدی؟ آره جان بابا زور شد دیگه. الان بچه هم مرسی میان. یه لحظه اجازه بده. بودم نه الان درستش میکنم. خنده تو خندم میگیره. دست خنده تو خندم. تو هم میتونی موقع من بخوام. خندم نمیاد. آی غره بنویس 2 پارسا 2 باشه گریه هم بگیره. خندیدی این حساب لبخند حسابه خودم زحمت حسابه. دوباره ببین. خندیدی. چه بگی؟ 3 بره 3 آقا 3 به نفر تمام هدی. خندیدی. خندم نمیاد، لبامو نمیتونم کنترل کنم. البته لبام پوکر فیس. لبام نمیتونم پوکر فیس 4 نمیتونم شابه نویس 4 لبامو نمیتونم کنترل کنم. گارسون یه دقیقه. داداش من گارسون نیستم، من اسمم باریستاست. چی اسم قشنگی؟ منم محمدم، خوشبختم. داداش یه پرتقال برای من قرار بیار. فقط اورنج جویس موجود داریم. اینی که میگی چیه؟ همون آب پرتقاله. اما منم همون دارم میگم دیگه، یه آب پرتقال بر. نه ببین این یه چیز دیگه است. این اورنج جویسی که من تو میگیم یکی. نه ما آب پرتقال نداریم، اورنج جویس داریم. خیلی نفر منم همونو دارم میگم، فقط تو چوس کلاس داری. همون مزخرفی که تو میگی بیار برای من با یه دونه کیک ازی هم کنارش بیار بی زحمت. متاسفانه کیک ازی نداریم، مافین رو بهتون پیشنهاد میدم. این چیه؟ همون کیک ازی. کاملا گارسونو میگه. آخه کد عادی. پسر داری چیکار میکنی؟ تو نباید اینجا دیش کنی، تو زن و بچه رد میشه. خونه زندگی نداری تو؟ نه حاجی من بیکارم، خونه زندگی ندارم، همش رجیش میکنم. خب اشتباه میکنی. ببین بهت قول میدم اگه به حرفام گوش کنی میتونی تو کمتر از 1 ماه خونه خودت داشته باشی و اونجا دیش کنی. جدی چجوری؟ ببین فقط کافیه پیجمو فالو کنی و کارت درآمد زد. محکم‌تر مگه نون نخوردی؟ داره به درد من میخوره، جوری بزن که انگار این تو گایده. اکسس اویس کن ببین محکم‌تر فرض کن ماهی سوزن محکم‌تر بزن جوری بزن. یعنی من میگم تدسته هم خاله. امشب اجازه میدی بالا داشتم برم پارک؟ به داداشت گفتی؟ شاید کار داشته باشه. اون از خداشه، هر شب مثلا سیگاره بپوش زودتر بریم. خاک تو سرت. چرا؟ فقط امشب میخواید برید بیرون، حواستون رو خیلی جمع کنید. چیزی شده؟ میگم یه قاتل دختر از زندان فرار کرده. لازم نبود اینو به بچه بگی. بابا دختره 4 تا از اعضای خانواده‌شو با یه کیسه زباله کشته. باورت میشه؟ فقط 24 سالش بود. میگم قدش خیلی بلنده. حداقل 190 قدشه. چرا خودت هر کدوم از انگشتاش تتو داره. موش بلون دختره. چرا پیداش نکنیم نهرمیش خونه؟ اونم تا فردا خونه خاله است.
میبرمش دست پلیس. صدای گربه در کشورهای مختلف. البته این مسئله کسوشه خیلی بیشتر ترجیح میدم. خندیدی نمیشه. خندیدی من یادم بنویس افتاد. 5 خندیدی حسابه خندیدی مثل سگ خیرت بده مامان این رو برام باز میکنی زورم نمیرسه. ویدیوهای این آقا اومدیم با ویدیوهای عرفان زیبا. خب اول با میم شروع کنیم یا بدیم؟ ریکوردی الان با میم شروع کنیم یا بدیم؟ با نمیاد هر کدوم اشتراک کنیم. هر ما کدوم میخواد طول می‌کشه. هر کدوم میخواد شروع کنیم. هر کدوم. خب یک خیلی طولانیه بعد بفهم. اسم اون نفر. خب چی؟ برات ردش کن دیگه کنگرس ردش کن چه وضعیه گیره Qarda altar qar бар, altar qarda markar qar бар. Үміт түбітті түтті, түбітті түтіп бітті. Көсе-көсеге көсе көрсетті, көсе-көсеге неше көсе көрсетті, көсенің... Көз кез көз, күш кеш көш, кір кер көр, күл кер. Білен қысқа сөз кім оқиды кез. Арқада алтар қар бар. بزن وای فشار Altar qar... مثلا نوزا کارت تو افان از دست دادی بذار بخور من بعد بخندم بخور صندوق دار کافی ها رو نمیذارم بخونم خود لاشمار بده من من از خنده تو دارم میخندم کاملا اصلا چیز خنده داری نیست. نوشته صندوق دار کارتتون مشکل داره کارت نمیکشه من اشکال نداره از کارت خودت است کارت خودت است اصلا خنده داره سوپرمن حرکت سوپرمن حرکت هم میکنه با توفنگ مراد وقتی در خوندن میمون جنگ جهانی سوم هست که یهو تعجب میکنی چرا خوشید ساعت 11:53 شب طول کرد. عجیب ترین جایی که تو با هم زدید کجا بوده؟ مدت من بود قصد خودکشی داشتم رفته بودم رو ریل قطار خوابیده بودن که از اون رد شه حسران سر رفت همون آقا جرق زدم شفافیت ذهنی پس از جرق نظرم عوض کرد بعد شد همون کمک که لازم داشتم. عجیب ترین جایی که جرق نزدیک یه راه هم بودم نگیاره خوابیده رو ریل داره جرق زدم من دور باش مسابقه دادم بینم کی زودتر برنده میشه. صدا تو برنامه نبود ادامه بده. نودل گوشت کودک 3 بار خندیدی یادت میمونه اصلا خنده 2 بار خندیدی من 2 بار فقط خندیدی خنده دای تو میخندم یه بار دیگه هم خندی سر اون
کارتت استفاده کن. نه من فقط تو افتاده بودی داشتی جون میدادی من بردم. نه حساب منم یه بار به خنده تو خندیدم. برو بعدی بزنی که برو بعدی. حالا دو تا به زور به من اضافه کردی. حالا آخر. الان حق رو نمیزنی. برو بعدی. بزن. برو بعدی. باشه میزنم برو. فروش بچه کرش همه بود. همه پیران رونالدو بچه کرجه. خنده نداشت. لطفا شما بیاید پای تخته کنفرانس. یه حق بود یا مثلا بیا سر تخت اینو حل کن همون لحظه بخواب لعنتی. این نمیفهمیم میشه ما این فقط پایینش. خندیدی برو الان خندیده. بزن 5 4 توردیم. اب نداره من همه تقلباز الان همین خندی سر ماهی گذاشتم دیگه. سر اینم خندیدی. سر کارت هم خندیدی. خب نه اون نخندید اونو خندیدی. یه سنگ بزرگ تو طبیعت برمده موشای زیرش. ببین اگه میخواد قالت بذاره این راهش نیست، باید همونجا مادر. وقتی یادی بهت گفت پیزا میذاشتی تو بچه هم رو تخت. That's what she said. بخند میگم تموم شد. سر کن اون یه دونه آقای ادیتور یک پرچم ایران بذار پشتم. وطنم این شکوه. نه مساوی. مصطفی پشمک 6 5 من ادیتور هستم. زارت اینو ویدیو رو میارم دونه دونه امتیازا رو خودتون بعد قضاوت کنید. تو کامنت ها بگید. بریم برای مجازات. آقا داریم مجازات بنویسیم. مجازات 3 تا مجازات می‌نویسم که خورکشی کنه. تخممون نداره. خب تخم ام نداره تخم. سس تون سگ تون. این سس تون. یه قاشق غذاخوری پر باید بخوری. من نمی. مردن دیگه گرد. فاقد اهمیت. دیگه یخ به جوه. گم شما متنفرم مثلا بستنی و دندون نمیده. یخ همچنین بریدی چون بستنی دندون نمیدارم. بیر امشب به من پیتزا بده. نه نمیست پول ندارم همچی حالتی بود. چی بنویسم؟ چی تو بنویسم؟ هم باید بخور. مساوی. خب چیکار کنم؟ چی؟ مساوی. مجازات. مساوی. مجازات. مساوی. مجازات. A few moments later. مردک جون. مساوی. خب چرا چی دیگه؟ مجازات جنگ. مساوی این. همه آب اینو بخوره. بده همین الان برات میخورم. آب قره کشیم.
ظلم ظالم ایتس یزید آب ایتس یزید یخ ایتس یزید و سوستان ایتس یزید بریم نه تخم مرغ بخوریم تخم مرغ مگه داریم؟ دو تا بیا با نه این بچه به نیت خودتون برارای گلوم وقت دیگه بندازون بعد من یه چیز پرت میکنم به هر کدوم نزدیک نه آره نه آره نه و من انتخاب کنم تو برگاه رو تو کردی میخواستی ببری من باید انتخاب کنم از اینا من انتخاب میکنم تو تا کردی من انتخاب میکنم من نیدم چی تا کردی آدم سوس رو بخورم تو یخ رو نخورم بیفته کنه همینن برو یخ باش به خدا آب باشی فوشت میدم آب باشی به خدا فوشت میدم بایم ما تحصیل یخ وطن یه افا ادیتور زیبا یه پرچم دیگه پشتم بذار وطنم ای شکو یخ برو یخ بیار برو یخ سلم یخ بردیم کوچیک کوچیک این همه شو کنم همه گازی همشو گاز داد بزنی قورت نه گاز یا این یا منطق زیاد واسه چون بده مثل شمر بین النهرین نشست میریزه خب برم بذار دهنت همشو جا نمیشه دهنم همشو زن گاز نمیشه داداش من- یخ سفته باید بجو نمیشه گاز میدم اینو میخوای گاز میدم تو دهن نمیشه همشو کن. ها نمیشه همشو بخور تو میخوای گاز بزن ریز ریز میخوای بخوری کنم همشو خب بخور دیگه ترس خیلی از یخ منم بدم میاد خورد نده بجو خب دیگه کوچیک شد همش بزنه باید همش بعد قصد بزن ولی بود که همه یخ بازی حالا بابا نمیشه بخوری بجو نمیشه پچه من- بزرگ بعد- فک باید بره بالا برگرده این فک رو نمیذاره برگرده اصلا نمیذاره به بالا بجو آی از لحظت عرفان از ساختی یه هافتاد تا یه ویدیو دیگه پیس